به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. محمد زراعتی هستم، متخصص سئو و مشاور دیجیتال مارکتینگ با آموزش سئو مقدماتی جلسه نهم در خدمت شما هستم. در ادامه موضوع سئو تکنیکال به بحث سایت استراکچر میپردازیم. خب فارغ از خود URL تک تک صفحات که توضیح دادیم چه کیفیتی باید داشته باشن، ساختار سایت شما هم خیلی مهمه. اون تصویری که موتور جستجو از سایت شما اصلا فیگر آوت میکنه و تشکیل میده و بر مبنای اون حالا میخواد ساختار صفحاتتون رو بچینه، خیلی مهمه. حالا توی دوره پیشرفته مثلا ابزار اسکرین فراگ رو که خدمتتون توضیح میدم، به این صورتی که ما کرالر اختصاصی خودمون با اسکرین فراگ ارسال میکنیم توی سایت شما، میره تموم صفحات سایت شما رو با لینک سازی که بین اونها وجود داره تشخیص میده و واسهتون میاد اصطلاحاً یک نمایشی از ساختار صفحات سایتتون رو تشکیل میده. تقریبا شبیه همون و با جزئیات بیشتر رو گوگل برای سایت های مختلف تشکیل میده و این نسبت بین صفحات خیلی اهمیت پیدا میکنه و همونطور هم که توی بحث الگوریتم ها توضیح دادم خدمتتون، الگوریتم پیج رنک رو یکم باز کردم، اینکه شما چطور صفحاتتون رو هم بچینید و سایت استراکچرتون به چه صورت باشه، یه بخش مهمی از اون پیج رنک هم اینجا دخیل میشه که پیج رنک با چه کیفیتی توی ساختاری که شما برای سایتتون پیاده سازی کردید قرار بین صفحات منتقل بشه. خب یکی از اهمیت هایی که ما باید برای سایت استراکچر قائل بشیم اینه که داریم به موتور جستجو کمک میکنیم که درک بهتری از سایت شما داشته باشه. توی مرحله دیسکاور بعد از اون کراولینگ میاد و لینک های صفحات رو فالو میکنه و همونطور که عرض کردم یک ساختاری از سایت شما رو اصطلاحاً فیگر آوت میکنه و برای خودش مصور میشه. پس توی درک بهتر از سایت ما به توسط موتور جستجو کمک شایانی میکنه اینکه سایت استراکچر ما بهینه باشه. یکی اینکه توی سرچ شاید دیده باشید سایت لینک هایی از سایت شما تشکیل میشه. اینکه این سایت لینک ها چی باشن دو تا پارامتر اصلی تاثیرگذاره. یکی سایت استراکچری که شما دارید، یه دونه حالا میزان بازدید اون صفحات یا اقبال کاربرها برای رسیدن به اون صفحه هستش که جزئیات کامل اون رو من توی پیج اینستاگرام هم یک پست کامل راجع به سایت لینک ها قرار دادم، میتونید برید و ملاحظه کنید. عرضم به حضورتون یک موضوع دیگه که توی سایت استراکچر خودش رو نشون میده UX بهتر و بانس کمتره. وقتی که شما ساختار منظمی برای سایتتون در نظر گرفته باشید و این رو کاربر ببینه و توی مقالات، توی محصولات، توی کاتگوری ها در مکان مناسب شما کال تو اکشن هایی برای ادامه جرنی که توی اون استراکچر در نظر گرفته باشید و لحاظ کنید، باعث میشه کاربر توی صفحات شما راحت پیمایش کنه و چیزی که میخواد راحت پیدا کنه و تو صفحه‌ای که هست بدون کجاه و بعد از اون کجا باید بره و از کجا اومده. اینها باعث بانس کمتر میشه و سیگنال های مفیدی است که برای موتورهای جستجو ارسال میشه و به بهبود سئو شما کمک میکنه. ولی خب ساختار سایت ایدئال چیه؟ واقعا توی هر حوزه‌ای و توی هر موضوع محتوایی ممکنه یک ساختار سایت متفاوتی ما بخوایم قائل بشیم و تکنیک های متفاوتی هم داره. مثلا توی حوزه خودرویی، توی مثلا خرید خودرو، قیمت خودرو، سایت باما رو برید چک کنید با سایت ارزم به حضورتون همراه مکانیک، میبینید ساختار متفاوتی دارن. یا توی حوزه گردشگری سایت علی بابا رو برید چک کنید و مقایسه کنید با یکی از رقبایش مثلا فلایتیو، میبینید هم ساختار URL متفاوتی دارن و هم سایت استراکچر متفاوتی. ولی یک کلیتی داره که توی همه سایت ها یکسانه من اینجا اشاره میکنم. مثلا فرض کنید سایت بلاگی، سایت شرکتی، سایت خبری یا سایت فروشگاهی، کلیتی که وجود داره اینه که شما یک هوم پیج دارید و زیر مجموعه های هوم پیجتون اون کاتگوری ها یا موضوعات اصلی سایتتون هست. مثلا بلاگتون
و دسته‌بندی های محصولاتتون که خود اونها ساب دسته‌بندی داره و بلاگتون ساب کاتگوری یا کاتگوری اصلی داره و نهایتا منجر میشه به صفحات سینگلتون که قبلا هم اشاره کردم. سعی کنید حتی امکان با 2 لایه آدم ها برسن به صفحات نهایی که میخوان. این یک ساختار ایدئال برای سایتتونه که باید رعایت کنید. همچنین توی لینک سازی ها باید رعایت کنید. مثلا لینک صفحات آرتیکلتون حتما از بلاگ کاتگوری یا قابل دسترس باشه و بلاگ کاتگوریتون لینکش از طریق صفحه اصلی یک مسیر پویا و مشخص هم برای کاربر و هم برای موتورهای جستجو قابل دسترس باشه. خب توی بهینه‌سازی سایت استراکچر چند تا موضوع مهمه. عرضم به حضور دپس رو که عرض کردم خدمتتون، یعنی 2 لایه 2 تا فولدر نهایت باشه برای رسیدن به صفحات آخر. این لینک جویس اتوریتی همون پیج رنکیه که قبلا هم راجع بهش توی فصل الگوریتم ها اشاره کردیم. پیج رنک قابل انتقال به تک تک صفحات نهایی باشه. اصطلاحاً اگه صفحه‌ای این مورد توش رعایت نشده باشه ما میگیم که اون صفحه یتیمه. حالا اینجا بخوام نشونتون بدم، مثلا این 2 تا حالت رو در نظر بگیرید. این یک سایته، این یک سایته. این لینک سازی داخلیش ضعیفه اصطلاحاً و این لینک سازی داخلیش قویه. چرا؟ چون هر صفحه‌ای که شما دست بگذارید روش از یه جایی یک مسیر لینک به عذر میخوام بابت وقفه‌ای که پیش اومد و اتفاقی که افتاد. بله عرض میکردم خدمتتون. پس صفحاتی که لینک سازی داخلی برای اونها انجام نشده باشه و توسط صفحات دیگه از طریق لینک در دسترس نباشن اصطلاحاً صفحات یتیم هستند و ما باید سایت استراکچرمون به صورتی باشه که به صورت خودکار با انتشار یک صفحه یا یک محصول این جریان لینک واسش ایجاد بشه. خب عرضم به حضورتون نکته دیگه ای که بخوام اینجا خدمتتون عرض کنم، خب ساختار هرمی رو اشاره کردیم، سلسله مراتبی رو اشاره کردیم و ترجیحاً توی منوهاتون دسته‌بندی های اصلیتون باشه که روی اونها میخواید سئو هم بکنید. 2 حالت داره واسه قرارگیری یک لینک در منوهای اصلیتون. یکی اینکه هدف سئویی ازش دارید و میخواین پیج رنک به اون منتقل بشه، توی تمام صفحات لینک اون وجود داشته باشه. و یک حالت دیگه وقتیه که شما بخواید دسترسی مناسبی برای کاربر ایجاد کنید و هدف سئویی ندارید. مثلا توی همون سایت تکنولایف که مثال زدم شاید گوشی ضد آب هدف سئویی نباشه، ولی دیدن که یک عده کاربر و مشتری دارن که گوشی ضد آب واسهشون مهمه، میان لینک اون رو توی منو قرار میدن واسه دسترسی بهتر کاربر. خب
توی دسته‌بندی صفحات هم اگه بخوام چند تا نکته رو بگم، خود دسته‌بندی رو مثل صفحات سینگلتون باید ببینید و برای اونها هم سئو و سئو فرندلی بودن رو لحاظ کنید. عملا دسته‌بندی، صفحه محصول، صفحه بلاگ، برچسب، همه اینها یک نوع لندینگ برای ما محسوب میشن که باید دارای متای تایتل، متای دیسکریپشن، توضیحات. مثلا توی صفحه دسته‌بندیتون اگه دقت کرده باشید توی سایت های مختلف این دیگه الان باب و مرسوم شده. پایین لیستینگ حالا محتوایی که توی اون دسته‌بندی وجود داره یک باکس متنی که ما بهش میگیم سئو باکس قرار دادن و توی اون توضیحات متنی برای سئو شدن اون صفحه رو همکاران سئو کار ما لحاظ میکنن. شما هم توی سایتتون اگه سایت وردپرسی هست یا یک سایت اختصاصی هست حتما این مورد رو میبایست لحاظ کنید. با صفحات دسته‌بندی مثل بقیه صفحات سایت حتما باید کانونیکال داشته باشن. کانونیکال رو هم جلوتر من توی جلسات بعدی سئو تکنیکال باز میکنم که به چه صورت باشه. دسته‌بندیاتون ترجیحاً توی سایت مپ باشه و یک سایت مپ جداگونه داشته باشه. یه نکته دیگه حالا توی صفحات دسته‌بندیتون اینه که این مقالات یا محصولاتی که توی دسته‌بندی قرار میگیرن پیش‌فرض سورت اونها بر اساس آخرین تغییر یا بر اساس محصولات جدید باشه. چرا؟ چون هر بار که کراودر میاد توی دسته‌بندی شما و میخواد اون رو رفرش کنه، اگه بر این اساس سورت شده باشه فرش بودن صفحه رو میبینه که یک تعدادی مقاله جدید یا یک تعدادی محصول جدید اضافه شده. همچنین اون محصول ها توی اون صفحه قرار میگیرن و لینک میگیرن. ولی اگه سورت بر اساس پرفروش ترین باشه به عنوان مثال یا پربازدید ترین باشه، اون محصولات جدید یا مقالات جدیدتون این شانس رو از دست میدن. این هم یک نکته خیلی مهمی هست که شاید نادیده بگیرید و خیلی هامندم این رو نادیده میگیرن. خب ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. ادامه موضوعات سئو تکنیکال رو توی جلسه بعد خدمتتون ارائه میدم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.